پروردگار احد کریم، هر کی را مراد مقصود و طلب حاجاتی است خدایا از خزینه رحمتت خیر بگردان. اله پروردگارا مسافران راه را، سفرشان را خدا از همه بلا و مصیبت های سفر جان و مالشان را خدا در امان نگه بدار. الها روزی است که همه ارواحان امید دعا دارند. کدام کسانی که امروز در تفسیر قرآن و حدیث پیغمبر علیه السلام و در دعای جمعیت مؤمنین امروز جمعه را فراموش نکردند، خدایا همه گذشتگیانش راضی و رحمت کن. الها در قطار شما مای مسکینم، خدا پدر مادر من رحمت کن، استادای پاک من خدا رحمت کن. خدا همه شما را هموطنان عزیز در وطن تنج آرام، برکت و فیض و عمر مبارک خدا همه شما را عطا نماید. برادری امروز آمدگی که از همه ما و شما تابوت چه میبینم ای دور خیلی دل ملاو میگیرد، خدا رحمتش کن. پروردگار در قطار نیکان خدا روحش نصیب و در لشکری ارواح بزرگان خدا خرسندانه قبولش کن. پروردگار همه ما و شما را در اول تا و اخیر به شنیدن قرآن ایمان به سلامت خدا نصیب بدار. دیار من خدا آباد بدار، جوانای رایان من خدا انصاف بده. خدایا از شهوت رانی و شهوت پرستی، از بد اخلاقی و بی ایمانی خدایا همه را نجات بدی. خدایا پای بطارت به خانه خودت خدا همه را بکش. ما قدرتی چیزی نداریم غیر از آب دیده و آه، دیگر چیزی به درگاهیت نداریم. خدایا قبولش بفرما. اما ما و شما را جمعیتا دلهامون بد و توحید و یکتا پرستی خداوند و محبت آن سیدش محمد مصطفی خدا هدایت نما.